کارشناسان تاجیک در رابطه با اظهار نظر وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف که گفت امریکا نباید از مذاکرات گروه C5+1 سوء استفاده کند، میگویند که این کانسپت بر ضرر هیچ کشوری نیست. سیف الله سفرف، معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، روز 15 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در ارتباط به اظهار نظر وزیر خارجه روسیه گفت که حرفای سرگئی لاوروف واقعیت دارد و این کوشش امریکا به فایده کشورهای آسیای مرکزی می باشد. این دولت‌هایی که در جنوب از آسیای مرکزی وجود دارند، آنها با آسیای مرکزی در حقیقت اینتگرات پیوسته داشتند. اونها در فکر زنده کردن همان علاقه هستند و این به هیچ ضرر هیچ کسی نیست. وزیر امور خارجه روسیه گفته است که واشنگتن نباید از همکاری در فرمت گروه C5+1 سوء استفاده کند. این مطلب را سرگئی لاوروف 15 ژانویه ضمن نتیجه گیری از فعالیت یک ساله وزارت امور خارجه روسیه ابراز داشت. وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به سؤال خبرگزاری تاس گفته است که کشورش به داشتن شریکان خارجی کشورهای آسیای میانه مخالفت ندارد، اما وی گفته است که این روابط باید با احترام به عهده‌داری هایی که بین روسیه و این کشورها وجود دارد عملی شود. وزیر امور خارجه روسیه در این نشست خبری گفته است که به آنها گزارش هایی درباره قصد امریکا برای سوء استفاده از این چارچوب میرسند که در گذشته ها طرح آسیای مرکزی بزرگ نامیده میشد. خبرگزاری تاس از قبل وزیر امور خارجه روسیه نوشته است که لایحه آسیای میانه بزرگ عملی کردن برنامه‌های کشورهای غربی با اشتراک کشورهای آسیای میانه به سمت جنوبی را بدون شرکت کشورش در نظر دارد. ضمناً 26 سپتامبر سال 2015 ایالات متحده آمریکا و 5 کشور آسیای مرکزی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد چهارچوبه نو همکاری برای بررسی مسائل منطقه‌ای را مقرر کردند. این شکل نو همکاری ها C5+1 نام گرفته است. در این ملاقات چارچوب نو همکاری برای بررسی مسائل های منطقوی مقرر شد. ملاقات نخستین وزیران خارجه تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایالات متحده آمریکا ماه نوامبر سال 2015 در شهر سمرقند برگزار شد.